استاد اگر به گذشته برگردی میخوای در کدام زمان باشی؟ این خواهم اگه دوست داره که در دوران اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه، یکی از آرزوهای هر فرد مؤمن است. اما اگر غیر این مراد شما است که در دوران چه کسایی باشین، ما دوست دارم که در دوران چنگیز باشم. بله خیلی وحشتناک نیست استاد؟ والا خب قشنگیش دمی است. و بلخص شاید بگین در دوران چنگیز چی کار میکنم؟ کمترین کار که میکنم این است که کتاب ها و آثار را که چنگیز سوزانید در غزنه و بلخص در بلخ و سرزمین های دیگه که متعلق به اون دوران بود، همیشه ما جمع‌آوری میکردم، در خاک دفن میکردم طوری که تخریب نشه، تا اینکه چنگیز و لشکریانشان دوباره، پس چون که آثار زیاد را متاسفانه سوزانید چنگیز.